پوکر تو گذاشتی برای من؟ خدا نگم چی کارت کنه. استغفرالله. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی سریع بریم سراغ موضوع اصلی این ویدیو. درست یک سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی در سال 1944، پسر بچه‌ای در برزیل در ایالت میناس گرایس متولد میشه که قرار بوده دنیا رو با عکساش متاثر کنه. درسته، ما داریم راجع به آقای سباستیا سالگادو صحبت میکنیم، عکاس مستند یا همون داکیومنتری فوتوگرافی. جالبه بدونید که برزیل تنها کشور آمریکای جنوبی بوده که مستقیما وارد جنگ جهانی دوم میشه و به اتحاد با آمریکا میپیونده. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تحولات عظیمی که در سراسر جهان رخ داد و همینطور نظام حاکم بر برزیل، باعث میشه که آقای سالگادو به فکر مهاجرت بیفته و برزیل رو به مقصد فرانسه پاریس ترک کنه. این مهاجرت که در دهه 1970 اتفاق میفته، میتونیم بگیم نقطه عطف زندگی آقای سالگادو بوده. از این بابت که ایشون در فرانسه به عکاسی روی میاره، انگار پاریس نقطه‌ای بوده که اون شروع به عکاسی کرده. آقای سالگادو نه در عکاسی و نه در هیچ یک از رشته‌های هنری تحصیلات آکادمیک نداشته و جالبه بدونید که اقتصاددان بوده و رشته تحصیلی ایشون اقتصاد بوده. اون خیلی زود بعد از اینکه پاریس میره شروع به ماجراجویی میکنه و با دوربینش به سراسر جهان سفر میکنه. سباستیا سالگادو خیلی سریع شروع به رشد کردن میکنه و در بین آژانس‌های بین‌المللی اسم و رسم پیدا میکنه، تا اونجایی که تبدیل به یکی از برجسته‌ترین عکاسان آژانس مگنوم میشه. خب بریم سراغ 4 تا پروژه برجسته‌ای که آقای سالگادو در طول دوران حرفه‌ای خودش منتشر کرده و با تصاویر خیره کننده‌ای که گرفته دنیا رو به شوک فرو برده. خب بریم سراغ اولیش. در سال 1987 آقای سالگادو یک سری عکس‌های مستندی رو منتشر میکنه که هزاران مرد نیمه برهنه رو در حال حفاری در معدن عظیم استراپرادا در شمال برزیل نشون میده. در واقع این مجموعه از عکس‌ها به یکی از بخش‌های کلیدی مهم پروژه برجسته‌اش به نام ورکرز یا همون کارگران تبدیل میشه. اون برای مجموعه عکس‌های کارگران سفرهایی رو به کویت و هندوستان داشته و از کارگران نفت کویت و همینطور معدنچیان زغالسنگ هندوستان عکس‌های مستندی رو تهیه کرده. او در مقاله‌ای در سال 2019 با مجله بریتیش جورنال آف فوتوگرافی می‌نویسه این پروژه فوق‌العاده بلندپروازانه بود و من حتی نمیدونستم چطوری باید اون رو به سردبیران در لندن معرفی کنم. اما بعد از دیدن تصاویر من، مجلات برتر دنیا خواستار تأمین مالی پروژه ورکرز شدن. خب پروژه دوم چیه؟ پروژه دوم با نام اکسدس یا همون مهاجرت ها در دهه 2000 شکل میگیره، جایی که آقای سالگادو سالهای زیادی رو صرف عکاسی از مهاجران و سفرهای طاقت فرسای اونها کرده و تصاویر فوق‌العاده‌ای رو از درد و رنج مهاجران به ثبت رسونده. و اما پروژه شماره 3 با نام جنسیس یا همون آفرینش که آقای سالگادو در دهه 2010 سعی داشته صحنه‌های عظیمی از طبیعت، حیوانات و اقوام بومی رو به تصویر بکشه. و اما پروژه شماره 4 که آخرین پروژه آقای سالگادو بوده، آمازونیا نام داشته. آقای سالگادو برای به ثبت رسوندن مجموعه عکس‌های آمازونیا سالهای سال در بزرگترین جنگل‌های بارانی یعنی آمازون زندگی کرده و سعی کرده با طبیعت اونجا همرنگ بشه. اون در واقع از بکرترین گنجینه‌های طبیعی کره زمین عکاسی کرده و همچنین از جوامعی که از این گنجینه‌ها محافظت میکنن. آقای بتو ماربو یکی از فعالان بومی جنگل‌های آمازون بوده که ماه در کنار سباستیان سالگادو زندگی میکرده و همراه اون بوده. اون میگه وقتی آقای سالگادو در انزوا و در سکوت از یک قبیله عکاسی میکرده، تحت تاثیر دقت و درک عمیق آقای سالگادو قرار گرفته و متوجه شده که آقای سالگادو میخواست با عکساش جهان رو با اهمیت آمازون و همچنین گنجینه‌هایی که در درون این جنگل وجود داره آشنا کنه. خب آیا آقای سالگادو با این مجموعه عکس‌های فوق‌العاده‌ای که به ثبت رسونده منتقدی هم داشته؟ قطعاً که داشته. آخه مگر بدون منتقد هم میشه؟ منتقدان آقای سالگادو اون رو متهم میکردن به زیبایی شناسی از چیزهای فلاکتبار. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه از زشت‌ترین چیزها طوری عکاسی میکرده که زیبا به نظر برسن. در واقع نقد منتقدین این بوده که آقای سالگادو از فقیرترین انسانهای جهان در آسیب‌ترین لحظات عمرشون عکاسی میکرده. در سال 2024 یعنی دقیقاً یک سال قبل از درگذشت سباستیان سالگادو، او در یک مصاحبه با مجله گاردین جواب خیلی از منتقدینش رو میده. اون در اون مصاحبه میگه خیلی‌ها من رو زیبایی شناس رنج میدونن
و میگن که من سعی کردم زیبایی رو به دنیای فقیرا تحمیل کنم. اما سوال من اینه چرا باید دنیای فقیرا از دنیای ثروتمندا زشت‌تر باشه؟ نور دنیای ثروتمندا همون نوری که به دنیای فقرا تابیده میشه. شأن و کرامتی که در دنیای ثروتمندان وجود داره در دنیای فقرا نیز وجود داره و اونجا هم هست. اون در مصاحبهش در سال 2024 با مجله گاردین میگه که میدونم زیاد زنده نمیمونم و نمیخوام هم بیشتر از این زنده بمونم. خیلی زندگی کردم و خیلی چیزها دیدم. انگار که توی اون مصاحبهش میخواسته بگه که من رسالتمو انجام دادم و دیگه کاری ندارم توی این دنیا. انگار به هر چی که میخواسته رسیده. و خب یکی از همین پروژه ها هم کار دستش میده. در سال 2010 در اندونزی وقتی که اون در حال کار کردن بر روی پروژه جنسیس یا همون آفرینش بوده، به بیماری مالاریا مبتلا میشه. با گذشت 15 سال رفته رفته تبدیل به لوسمی شدید یا همون سرطان خون میشه و در سال 2025 یعنی امسال از دنیا میره. جالبه بدونین اون در سال 1998 مؤسسه با نام تررا رو تأسیس میکنه که در اون 2000 هکتار زمین رو جنگل کاری میکنه و 7 میلیون نهال تولید میکنه. آقای داسیلوا رئیس جمهور برزیل بعد از شنیدن خبر درگذشت آقای سالگادو در مراسم 1 دقیقه اعلام سکوت میکنه و از آثار اون به نوعی با نام وجدان بشریت یاد میکنه. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه که خود سالگادو یکی از اعضای اون بوده، از سالگادو با عنوان شاهدی بزرگ بر وضع بشر و حال سیاره کره زمین یاد میکنه. ببینید بچه‌ها، چیزی که واقعا منو حیرت زده کرد حین خوندن زندگی نامه آقای سالگادو این بود که انگار اون با محیط اطراف خودش زندگی میکرد و با آدمای اونجا یکی میشد برای گرفتن بهترین عکس. یعنی انگار لحظه لحظه تصاویری که ثبت میکرده جزئی از اون محیط بوده و خودش رو همرنگ اون محیط میکرده و اون فردی بوده بسیار صبور و کنجکاو و شاید برای گرفتن یک عکس فوق‌العاده مدت‌ها زمان میذاشته. امیدوارم که عکساش چراغ راهی باشه برای من و سایر هنردوستان. همین دیگه. خیلی مخلصم. فعلا.